خدا خبر میدهد آن روز چنان روزی هست که فرزند برای کمک کردن پدرش هیچ قوت ندارد، هیچ شرایط ندارد و پدر هم برای نجات دادن فرزندهاش هم هیچ شرایطی ندارد، بلکه یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبتی و بنی لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. بلکه خدا میگوید آن روز چنان روزی هست که تا جایی که پدر بالای سری فرزند خود سیله کند، فرزند خود در آغوش گیرد، تا جایی که فرزند پدر خود در آغوش گیرد، بلکه از یکدیگر جدا می شوند و می گریزند. پدر راه گریزش دیگر راه است، فرزند راه گریزش دیگر راه است، مادر راه گریزش دیگر راه است، دختری او دیگر راه را برای خود پیشه می کند. هر کس هر یک راهی را برای گریز برای خود انتخاب می کند. یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. خدا میگوید وقتی که میگریزند چی میگویند؟ پروردگارا امروز آیا جایی هست که ما را پناه کند؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، کجا گریزیم؟ کلا لا وزر. خدا میگوید امروز دیگر قلعه های شما، خانه های شما، کوه ها شما را دیگر پناهگاهی نیست. الی ربک یومئذ المستقر. امروز همه بازگشت شما به سوی پروردگار است. شما باید در نزد پروردگار حساب عمر خودتان را جواب گویید. امروز راه گریز نیست دیگر. یحشر الناس یوم القیامت. پیغمبر خدا گفتند روز قیامت وقتی قبرهای شما تیکه تیکه می شود و شما از داخل قبر وقتی که بیرون می شوید، رسول اکرم نزد عایشه صدیقه این سخن را می گوید حفاتا عراتا مشاتا غرلا. پیغمبر خدا گفتند روز قیامت وقتی شما زنده می شوین و از قبر بیرون می شوین، شما حالت ده هستین که پایهای شما لیچ است، پایهای شما لوچ است، در پایهای شما هیچ پای افضالی نیست. عراتا، بدنهای شما لوچ است، در بدنهای شما لباس نیست. مشاتا، شما هیچ چیزی سواره در روز قیامت همراه خود ندارید. غرلا، اشاره کرد به سوی مردها که شما در حالتی هستین که حتی ختنه نکرده شده هستین. اگرچه در دنیا ختنه هم کرده باشین، روز قیامت شما در حالتی میخیزین که شما ختنه ناشده هستین. حضرت عایشه صدیقه وقتی این سخن شنیدند، اون زنها چه زنهای مسلمانی بودند، یک ترس میگد وجود عایشه را فرا گرفت و گفت یا رسول الله النساء والرجال جمیعا ینظر بعضهم الی بعض. ای حبیبی خدا، شما گفتید که مردها و زنها همه در حالت عریان از جا میخیزند، یکدیگر را نظر میکنند. وقتی زنها با مردها که آمیخته باشند، این چی یک دهشتی هست، این چی یک بی‌حیایی هست. مردها زنها را تماشا کنن و زنها باشد مردها را تماشا میکنن. رسول اکرم گفتن یا عایشه، ای عایشه، الامر اشد من ان ینظر بعضهم الى بعض ثم قرأ. عایشه گفتند میگویی که زنها مردها را نظر میکنند،
مردها زنها را تماشا میکنند، الامر اشد. آن روز گفت چنان روز دهشتی هست، آن روز گفت چنان روز هولناکی هست که انسان در پهلوی بدای خود را نمیشناسد کی هست و نظرم نمیکند. حتی اگر در پهلویش پدرش باشد و پدر نظر نمیکند، در پهلویش مادرش باشد و مادرش نظر نمیکند. آن روز چنان دشوار روزی هست که هر یک انسان با نفسی میگوید وای جانی خودم، وای جانی خودم. از نزد پروردگار نجات میابم یا نمیابم؟ و رسول اکرم آیه سوره عبسه را خواندند که آیه عبسه را چنان تحلیل است که آن روز چنان روزی هست که شأن و یغنی شما را چنان یک امر مشغول میگرداند که شما به هیچ طرف نظر نمیکنید. اون چه امر است؟ اون چی فکر است؟ اون چی خیال است؟ اون خیالی هست که پروردگارا من نجات میابم یا نمیابم؟ آیا در گروه دوزخی ها هستم یا در گروه جنتی ها هستم؟ آیا در گروه بدبخت ها هستم یا در گروه نیکبخت ها هستم؟ هر انسان در این خیال آن روز گرفتار است. خدا رحمت کند صاحب تفسیر حسینی را، حسین واعظ کاشفی هم این خیالاتی که در روز قیامت به ما و شما می آید در یک رشته نظم در آوردن که کشتی آمد در دریا شکست، تخته زان کشتی بر بالا نشست، گربه و موش بران تخته بماند، کارشان با یکدیگر پخته بماند. نیزی گربه موش را راهی گریز، نیزی گربه موش را چنگالی تیز، هر دوشان از حول دریای عجم در تحیر باز مانده خوشگلم. در قیامت این چنین غوغا بود، یعنی آنجا نه تو و نه ما بود. حضرت میگوید من برای شما یک ساده کرده یک مثال میارم که آن روز مثل که یک کشتی در یک دریا غرق می شود و یک تخته او بالای دریا می براید و در یک پهلوی تخته گربه هست، در یک پهلوی تخته موش است. اگر اینها در دنیا رو پرو می شدن، هر آینه موش از گربه می گریخت و گربه باشد هجوم بالای موش می کرد. لیکن وقتی که در بالای بحر در بالای یک تخته هستند، این موش و گربه در یک خیال هستند که آیا از این بحر نجات میابیم یا نمیابیم. در فکر هجوم یکدیگر نیستند، در فکر یکدیگر را پیشا دنبال کردن نیستند، بلکه در خیال اینها این است که آیا از این بحر به ساحل میرسیده باشیم یا نمیرسیده باشیم. یعنی آن روز قیامت ما هم چنان حالت فرا میگیرد که آیا نجات میافته باشیم یا نمیافته باشیم. بسیاری از بدبختان همین تاجیک ما و شما وجود دارد که حتی قیامت انکار میکند، به آمدن قیامت باوری ندارد، نماز میخواند، در کار شود نماز جماعت هم اشتراک میکند، لیکن از قیامت باوری ندارد. حتی از زنده شدن روزی قیامت و زنده شدن در قبر باوری ندارد. اینها در بین همین تاجیکان ما و شما هم وجود دارد. وای به حالشان. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. این خداوند از بالای 7 طبقه آسمان ندا دارد، میگوید بعضی از انسانها گمان میبرند که این استخوانهای پوسیده اونها را ما جمع کرده نمیتونیم. بعضی از انسانها گمان میبرند که ما این استخوانهایی که 1000 ساله و 2000 ساله هستند اینها را زنده گردانیده نمیتونیم. لیکن خدا میگوید بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. این پروردگار شما چنان قادر هست که حتی همین سرهای انگشتان شما را برابر میکند. ان نسوی بنانا، این معجزه قرآن است. امروز اگر شما نظر کنین، اگر در دنیا 6.5 میلیارد آدم زندگی کند، سر انگشتان
از یکدیگر با یکدیگر مانند نیستند. 6.5 میلیارد آدم، 6.5 میلیارد نوک انگشتان دیگرگون است. خطهایی که در این بالای نوک انگشتان هست اینها دیگرگون هستند. بین در انسانها چشمهای مانند یافت می شود، دستهای مانند یافت می شود، قدهای مانند یافت می شود، لیکن نوک انگشتی مانند در دنیا وجود ندارد. اگر شما در برنامه های تلویزیونی تماشا کنین، وقتی انتخابات پرزیدنت ها می شود یا دپوتات هاش می شود، نوکای انگشت رنگ میکنن و در بالای کاغذ میگذارن، مثل مهر، مثل پیچت واری، و او را در کامپیوتر جا میکنن. برای چی؟ برای چی کف دستی او را نمیگیرن؟ برای چی کف پای او را نمیگیرن؟ فقط نوک انگشتی او را میگیرن، زیرا در دنیا نوکای انگشت ها مختلف هستند. نوک انگشت در دنیا مانند نیست. خدای را در قرآن معجزه قرآنی است که ان نسوی بنانا، ما حتی نوک انگشت هاتون را برابر میکنم. اون خداوند فریاد میزد است، ندا میکرده است. چی ندا میکرده است؟ ندا میکرده است که پروردگارتان را سجده کنید. یدعون الی السجود فلا یستطیعون. لیکن یک گروه انسان ها خداوند را در روز قیامت سجده کرده نمیتونند. خدا میگوید طایفه های هستند که خداوند را در روز قیامت که روزی هست که فقط رحمت الهی در کار است، همان روز برخی از بندگان خداوند را سجده کرده نمیتونستند. برای چی نمیتونند؟ مفسران میگویند که همون انسانهای سجده کرده نمیتونند که میانهای اونها همان ستون مهره که امروز چقدر به آسانی خم و راست میشود، این ستون مهره ها یخ میکنند، یک لخت میشوند، دیگر راست میماند. سجده کرده پروردگار را نمیتونند. برای چی نمیتونند؟ یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة. وقتی که خداوند میگوید سجده کرده که نمیتونند، چگونه آنها را یک خجالت فرو میگیرد، چشمهاشان میشکند، چشمها را پیش سینه ها را نظر میکنند و یک ذلت، یک خاری آنها را فرا میگیرد. چگونه که در دنیا یک آدم ما و شما در بالای جنایتش به دست میگیریم، در بالای زیناکاری به دست میغلطد، یا بینماز است، در بین مردم خجالت است، از این هم خجالت وزنین در روز قیامت همو انسانهای را فرا میگرفت است که در محشرگاه پروردگار را سجده کردن نمیتونند. سجده کردن نمیتونند. در دوامش میگوید خداوند وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. برای چی اینها پروردگار را در روز قیامت سجده کردن نمیتونند؟ زیرا که در دنیا اینها تنی سالم داشتند، اینها دستهای با قوت داشتند، پایهای حرکت میکردگی داشتند، میانهای خم و راست میشدگی داشتند. لیکن در دنیا که خداوند اینها را به سوی سجده، یعنی به سوی نماز با جماعت دعوت کرد، اینها در دنیا که رد کردن، در قیامت اینها خدا را سجده کردن نمیتونند. ایرا مفسرات چگونه که یاد کردم ابراهیم تیمی میگه یعنی الى الصلاة المکتوبه بالاذان والاقامه، همین و هم سالمون که خداوند میگه اونها سالم بودند، تنی صحت داشتند، لیکن در دنیا که خدا را سجده نکردن، ابراهیم تیمی میگه که مراد از این سجده این نماز هست که از مکانی که اذان قامت گفته می شود ان همون نماز در نظر داشته است، یعنی نمازی با جماعت است. سعید ابن مسیب باشد چی میگوید؟ کان یسمعون حی علی الصلاة حی علی الفلاح فلا یجیبون و هم سالمون. سعید ابن مسیب میگوید مراد از این سجده که پروردگار در این آیت خبر داد، این همون سجده هست که مؤذن فریاد میزند حی علی الصلاة، بیایید به سوی نجات، حی علی الفلاح، انا در همین مسجد نجات است.
انا در همین نمازی با جماعت نجات است. فلاح از کلمه نجات است. در اینجا شما نجات میابید، در اون خانه نه. بعضی از بیخیردان موی سفید است، ریشش مثل کفن واری سفید است، امروز یا فردا خبر مصیبتش میرسد میگه در خانه هم که خانه باکی ندارد. شرم به تو باد. این نصیحتی پدرانه تو اگر این باشد، خودت در روز قیامت پروردگار را سجده کردن نمیتونی. سعید ابن مسیب میگوید فریاد میزند مؤذن حی علی الصلاة، به معنای ایتی، بیایید بیایید ای مردمی که در خانه هستین بیایید. برای چی میگوید حی علی الصلاة؟ فریاد زده ایستاده است خیزید از خانه ها را ترک کنید. در خانه باید زن نماز خواند، در خانه باید نماز سنت خوانده شود، نماز نافله ها خوانده شود، برای فرض نماز در مسجد خوانده شود. حی علی الصلاة، بیایید به سوی نماز. حی علی الفلاح، انا در همین نمازی که در جماعت خوانده می شود، سعید ابن مسیب میگوید خداوند میگوید که انا در همین نماز چی است؟ نجات است. میشنوند صدای اذان میشنوند. یا امروز صدای اذان شنیدن شرط نیست، در محله که مسجد هست باید که در همون محله تو میشنوی نمیشنوی نمازت باید با جماعت خوانده شود. حضرت کعب الاحبار حضرت گفتند والله گفتند ما نزلت هذه آیه فی الذین تخلفوا عن الجماعه فأی وعید اشد من. حضرت کعب الاحبار میگوید این آیه که در سوره قلم است که ما تلاوتش کردیم، قسم به خدا میگوید سبب نزول این میگوید فقط و فقط در حق آن کسانی هستند که تخلفوا عن الجماعه، از جماعت بیزاری میطلبند، از جماعت پرهیز هستند، جماعت را بد میبینند، در جماعت اشتراک نمیکنند. قسم به خدا میگوید این آیت فقط و فقط در حق اونها نازل شده است. ایرا کعب الاحبار در تفسیر همین آیت میگوید و حضرت میگوید از این آیت را دیده برای آدمانی که نماز جماعت را ترک میکنند دیگر وعیدی سخت در قرآن وجود ندارد. امروز با این قدر شرایط، با این قدر حالتهای خوبی که در ما هست، اگر ما و شما نماز ترک کنیم، اگر ما و شما نماز جماعت نخوانیم، ما و شما را هم آشکار میکند که شما مسلمان کامل نیستین، شما زمانه ساز هستین. تا دیروز یک زمانی بود که آمدن مسجد جنایت بود، برای تو یک بانه بود که مرا حکومت نمیگذارد، در قانون ممکن نیست. امروز الحمدلله چنان راهبری داریم که عدلش تمام جمهوری ما و شما را فرا گرفته است. مرحمت، رفته در مسجدهاتون نمازتون خوانید. قانون برای ما و شما امروز هیچ مانعی ندارد، هیچ صدی راه نمی شود، فقط ایمان کامل در کار که تا که سنت پیغمبر تا ترک نکنی. صوفی علیه را خدا رحمت کند در رشته های نظم میگوید به خصوص آن گزیده دو صحرا خاتم انبیا حبیب خدا، آن حبیبی که سروری هر دنیا نصیب اوست، این حبیب خدا را حکایت میکند وقتی آخر که ماند از پا باز، گوش او را رسید بانگی نماز. این ترجمه و تحلیل حدیث پیغمبر خداست. وقتی که این محبوب دلها، این حبیب خدا وقتی که میگوید از پا که ماند، پایها که دیگر دردمند شد، بیماری بستری شد، دیگر قوت راه گشتن نداشتند،
وقتی آخر که ماند از پا باز، گوشی او را رسید بانگ نماز. در جاگه خواب بودند، حضرت قوت راه گشتن نداشتند. بناگاه حضرت بلال اذان داد، فریاد زد حی علی الصلاة حی علی الفلاح. حبیب خدا در این جاگه خواب بیقرار شدند، اذان شنیدند. حبیبی که بار هم نماز بی جماعت نخواندند، 5 وقت در مسجد نمازی با جماعت میخواندند. بازم این نمازهای جداگانه داشتند و 5 وقت نماز سیر نمی شدند. این حبیب خدا وقتی که از پا ماند، گوش او را رسید بانگ نماز. گفت بر مرتضی مرا بردار، جانب مسجد جماعت آ. حضرت علی که در خدمت حبیب خدا که قائم بودند، با حضرت علی خطاب کرد. علی گفت مرا بردار، مرا بردار که از داخل مسجد مؤذن فریاد دارد که بیاید به سوی نماز بیاید که در این نماز نجات است. مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. حضرت علی خدمتگار رسول اکرم، داماد این حبیب خدا، رسول اکرم را آب طهارت دادند. حضرت طهارت کردند، در پشت خود بار کردند. در روایت ها می آید که 3 بار حضرت علی او را آب طهارت می داد. در پشت که بار میکرد، حضرت حبیب خدا که بدنش خیلی ضعیف شده بود و خیلی بیماری وزنی که فرا گرفته بود، نصف را که میرفت میگفت علی پس گرد که من طهارتم شکست. حضرت پس میگشتند، باز می آمدند. 3 بار میگوید حضرت طهارت دادند، 3 بار آب طهارت گرفتند. مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. پشت پای رسول معبودی، از ضعیفی به عرض می سودی. حضرت میگوید وقتی که برداشتن حبیب خدا گفتن در بعض روایت که ای علی مرا آنقدر بردار که پایهای من در زمین شکیده رود، تا که آثار قدم من در نزد پروردگار ثواب دارد. هر کدام شما وقتی که از خانه قدم زنان می آید، در هر یک آثار، در هر یک قدمی که داشته شما، خداوند برای شما مغفرت گناه وعده کردگی است. این حدیث های صحیح پیغمبری خدا. حضرت گفتند که مرا آنقدر بردار که پشت های پای من در زمین شکیده رود. اون زمان ها این گونه رسته های تازه و آباد نبود. اون زمان ها قمزار بود. اون زمان از خس و خاشاک خالی نبود. پشت پای رسول معبودی از ضعیفی به عرض می سودی. از گرمی زمین میگوید صوفی اللیار که پشت پای حضرت سخته با چنین مهنت و مشقت و درد و جماعت ادای طاعت کرد. با این قدر مشقت، با این قدر کلفت، حبیب خدا در بالای بستر خواب نکردند، بلکه جایگاه را ترک کردند. آمدن، قوت ایستادن نداشتند. گفتند که ابوبکر صدیق پیش در آید. ابوبکر صدیق پیش در آمدند و حبیب خدا از پس او نماز خواندند. در این گونه حالت وزنین رسول اکرم نمازی با جماعت ترک نکردند. از این خاطر صاحب مختصر خدا رحمت و مغفرت کند میگوید الجماعت سنت مؤکده. جماعت سنت مؤکده هست. اگر شما قدرت داشته باشین، اگر شما شرایط آمدن مسجد داشته باشین، لکن بازم این مسجد نآیین، شما ترک سنت مؤکده کردین، شما در نزد پروردگارتان گناهگار میشوید. ببینید امروز چنان امت اسلام را یک تنبلی، یک غفلت چنان فرا گرفته است که اگر ما و شما را 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر اگر معرکه خوردن باشد، قوت داریم، شرایط داریم، میریم برای نفس، برای سیر کردن نفس میریم. لیکن برای که نماز ما در مسجد خوانده شود و این عمل ما طبق گفته حبیب خدا شود، این ما و شما رد میکنیم. به نزد هر طعام پهلوانی، خدا رحمت کند جنونی را، حال ما و شما را دیدن طعام خورها، نفس پرورها
ما و شما را دیدن حضرت چی گفتن؟ خطاب کردند به نزد هر طعام پهلوانی، به وقتی بندگی رنگی زنانی. وقتی اگر عبادت پروردگار شود، وقتی که اذان از بالای هر حال چیکار میکنین؟ مثل زنها واری عذرهای شما پیدا شدن میگیرد، هر گونه عذر را پیش آوردن میگیری. بچم پام نمیشود، بچم وقتم نیست، احوالم بدای، در خانه هیچ کس نیست، لباسم بی نمازای و هر گونه عذرها پیدا شدن میگیرد. به نزد هر طعام پهلوانی، به وقتی بندگی رنگی زنانی. روی کوها به عزم بیل دسته، به مسجد می شود پایت شکسته. همه جا می رای، مثل گاواری خوراک تک خورده می تانی. تمام دنیا را اگر بارد کنن، بار دنیا را کشیده می تانی. اگر در یک زمین داشته باشی، برای زمینت از سحر تا دیگه در همون زمین نیستی، برای که یک ماه یا 2 ماه خوراکی تو پیدا شود. لیکن در یاد تو آمدن مسجد هیچگاه نمیزند، دل تو بار هم به مسجد نمیسوزد. امروز شکرانه کنین، خدا این استقلالیت و این آزادی را برای شما داده است. باور کنین این نعمت گران است. خودتان میشینین میگوین که تراویح را خوانده نمیتانستین. شما همین سخنها از زبان شما پدرای عزیز میبراید، تراویح ما خوانده نمیتونیم، پدرها ما را بدرقه کردن فلان و فلان. امروز الحمدلله که این شرایط بهترین آمده است، چرا شما شکر نمیکنید؟ درهای مسجد گشاده است، فقط آدمی با تقوا میکاود، فقط آدمی ایماندار میکاود. مرحمت بیا دروازه ها هوی، دیگر چی بانه داری؟ کشی چون گاو دائم بار دنیا، شوی در خدمت مولا کسلها. مثل گاواری دنیا را در طلب دنیا، در پرورش نفست غطه زدگی هستی، لیکن در خدمت مولای خودت، در فرمان پروردگار خودت اینقدر عاجز آمدی. حضرت عمر خدا رحمت و مغفرتشان کند، بار نماز عصر را خواندند. نماز عصر خوانده شد، فاتحه و دعا کرده شد و بر جمعیت نگاه کرد. اونها عجیب ایمان با قوت داشتند. جماعت نظر کردند که یک نفر در جماعت اشتراک ندارد. حضرت گفتن فلانی در کجاست؟ گفتن شاید بیمار باشد. حضرت عمر از مسجد راست خانه همون کس رفتند. چرا در جماعت اشتراک نمی کنند؟ آمدن دروازه این مرد که در جماعت اشتراک نداشت تق تق کردند. مرد از خانه برآمد. مرد در خانه بود که حضرت عمر در را تق تق کرد. از داخل صدا شد کی هستی؟ گفت فرزند خطاب هستم، عمر هستم. وقتی این مرد میگوید نام عمر را شنید، یک لرزه وجود او را فرا گرفت. حضرت عمر چنان از خدا می ترسیدند، چنان یک هیبتی داشتند که تمام مردم را هیبت او فرا گرفتگی بود، زیرا وای عدالت داشت، وای حقیقت شناس بود. گفت عمر ابن الخطاب هستم. میگوید این مرد با شتاب دوان آمد، دروازه را گشاد و سلام داد، السلام علیکم، و تعظیمی بر عمر کرد. حضرت عمر گفتند از جانب مسجد صدا شد، از بالای آسمان پروردگار تو حی علی الصلاة گفت، بیا به سوی نماز. حی علی الفلاح گفت، سخن پروردگار تا رد کردی و سخن عمر ابن الخطاب اجابت کردی و پیش عمر آمدی. از خدا بترس. گفت از خدا بترس که سخن عمر برای تو قبول شد، دروازه را به بالای عمر کشادی، دوان دوان آمدی، لیکن سخن پروردگار تا رد کردی. از خدای خودت بترس. عمر این گونه خصلتی داشته. این سحر یک جوان برای من یک سخن گفت که از زبان یک
خیلی آدم ناکس، نالایق، یک بدبخت که سرزنش حضرت عمر را کرده بوده است. من یقین میدانم که وی شیعه هست، وی شیعه هست، وی کسی هست که آرامی تاجیکستان را نمیخواهد، وی کسی هست که میخواهد در بین ما و شما باز اختلاف ها پیدا شود. این گونه رویه ها در بین ما و شما پیدا شدن، احتیاط کنید. میگوید یک مرد در یک معرکه حضرت عمر سرزنش میکند، حضرت عمر قبیح میگوید، دشنام میدهد. ای انسان، تو با خبر باش که حدیث بخاری و مسلم است. باری میگوید پیغمبر خدا در طرف راستش ابوبکر صدیق بود، در طرف چپش حضرت عمر بود. میگوید به طرف مردم اشاره کرد، روز قیامت گفت دستای هر دی ایشان قپی، دست ابوبکر دست عمر. روز قیامت گفت از قبر ما هم چنان میخیزیم، با عمر و با ابوبکر میخیزیم. این یک شرف است که در پهلوی پیغمبر خدا ابوبکر خوابیده است، امروز در پهلوی پیغمبر خدا عمر خوابیده است. این شرف است. ان الله جعل الحق على لسان عمر و قلبه. پیغمبر خدا را حدیثش است که خداوند حقیقت را در دل و زبان عمر نهادگی است. ای عمر گفت چنان حیات بسر میبری که یک رفیق در حیاتت نمیابی، زیرا تو حقیقت گو هستی. چنان حقیقت داری که یک رفیق را تو در دنیا صاحب نمیشه. این خصلت های خوب عمر بود. چگونه همی انسان زبانش گشاده میشود، عمر را سرزنش میکند، ابوبکر را سرزنش میکند. خوش به حال همون جوانی که در همون حالت دندان این بدبخت را میشکند، خوش به حالش. بار حضرت عمر میگوید شب بود، اون حضرت از تمام اهالی مدینه خبر میگرفت، شب خواب نداشتند. آیا برای اونا خواب شیرین نبود؟ خواب شیرین بود، لیکن از قیامت میترسیدند، حق رعیت پایمال نمیکردند. شب بود. میگوید عبدالرحمن ابن عوف میگوید همراه من بود. شب وقتی در کوچه های مدینه میگشتیم، نگاه کردیم که در یک گوشه مدینه یک علاوه میسوزد. عمر گفت این کی باشد در این نصف شب؟ وقتی نزدیک آمدیم نگاه کردیم که یک زن 4 فرزند دارد، فرزندهاش گریه دارند، با آواز بلند میگویند مادر جان گرسنه ماندیم، مادر جان گرسنه ماندیم. عمر وقتی صدای این نگاه تفلکا را شنید، عبدالرحمن میگوید دیگر طاقت نکرد و از این مادر پرسید در این دیگ چی داری؟ گفت در این دیگ آب دارم و در داخلش یک چند دانه سنگ را پرتافتم و این فرزندها را فریب داده ایستادم که الحال خوراک شما تیار می شود، الحال خوراک شما تیار می شود. شاید که اینها را خواب برد، لیکن خواب نمی برد. این مادر میگوید عمر را نشناخت، ندانست که این عمر است. حضرت میگوید دوان عبدالرحمن را گرفت و با بیت المال آمد میگوید یک مقدار روغن و یک مقدار عسل و یک مقدار آرد را گرفت و آمد. میگوید خود عبدالرحمن میگوید حضرت میگوید آمد که الک آتش خاموش شده است، خود میگوید علاو میکرد، پوف میکرد، از ریشه های مبارک میگوید دود بیرون میشد، گلوی مبارک میگوید دود فرا میگرفت، پوف میکرد، علاوه این دیگ را در داد. خود با دست خود میگوید یک آتله تیار کرد و در پیش این زن و کودک ها گذاشت. این زن گفتن که خوش به حالت، گفتن ای مرد، گفتن کاش که در جای عمر تو میشدی و این مدینه و این خلافت مؤمن ها زیبنده تو بود. گفت چرا عمر در تخت خلافت نشستگی است؟ عمر میگوید گفتن ای مادر، گفتن این شهر کلان است، عمر به همه این نمیرسد، عمر از حال همه شما درکدار نمیشود. میگوید وقتی خوراک دادن همین عمر امیر المؤمنین، وقتی میگوید نگاه کرد که کودکا خوراک خوردن، سیر کردن، خواب کردن، عبدالرحمن میگوید یک سنگ کلانی بود، از پس همون سنگ نگاه میکرد کودکا چگونه خواب هستند. وقتی اونها را در حالت خواب دید میگوید پس گشت آمدن و
و میگه به این مادر اعلان کرد که سحر به مسجد بیا، اونجا من برای تو عمر را نشان میدهم که عمر کی هست. عبدالرحمن ابن عوف میگوید وقتی که ما سحر بامداد خواندیم، نگاه کردیم از دروازه همان زن با همراه کودک‌ها در آمد. وقتی عمر را میگه در محراب دید و مردم همه مراجعت دارد امیر المؤمنین امیر المؤمنین، این زن میگوید خجالت شدند، گفتن ای عمر، گفتن مرا ببخش که من شب خیلی شما را سخنهای درشت گفتم، سرزنش کردم. عمر گفتن نه، گفتن این سرزنش نبود، تا بروز گفتن حضرت عمر من خواب نداشتم، تا بروز گفتن من در گریه بودم که حال شما را در قیامت چی جواب میگویم. و میگوید گفتن ای مادر از من راضی شدی؟ گفتن راضی شدم. گفت در اینجا یک مکتوب بنویس به دست، خدا ترسی را ببینید، یک مکتوب با دست خود بنویس و بگو که من از عمر راضی هستم. و نویسان که من از عمر راضی هستم. عبدالله ابن مسعود فریاد زد، عبدالرحمن ابن عوف فریاد زد، گفت در زیرش امضا کنید، امضا کنید که این زن از عمر راضی هست. میگوید امضا کردند و گفت ای گفتن پیروان عمر گفتند وقتی عمر از دنیا میگذرد شما را به خدا قسم میدهم که همینه در پهلوی من در قبر همین مکتوب گذاره تا که در پیشگاه خدا من جوابگر نباشد. عمر چگونه شخصیت بود، این گونه خدا ترسی داشت. این نجس ها و این بدبخت هایی که عمر امروز ملامت میکنن خودشان چی خدمت کردن؟ خودشان کی هستن اونها؟ اگر اونها را تفتیش کنیم با ما که یگان حرامی هست، وای از بلد زنا هست، وای حلالی نیست، بار هموای بدبخت دو رکعت نماز تهجد در شب خواندگی نیست، یک آدم نماز خوان کردگی نیست، میخیزن عمر سرزنش میکنن. در این مسئله ما و شما با احتیاط باشیم. و این عمری هست که برای نمازی با جماعت اینقدر کوشش میکردن. اگر عمر از خدا نمیترسید پس کجا خیس رفت برای یک آدمی که در قوم در جماعت اشتراک نمیکند برای او شده اینقدر سرگردانی کردند و یا اینقدر تحقیر کردند. انشاءالله من جمعه آینده در باب این فضیلت های نماز جماعت باز با شما صحبت میکنم، زیرا خیلی حدیث های پیغمبر خدا ناگفتمان و به همه شما خبر میدهم که روز سه‌شنبه چگونه ای که همه شما انشاءالله میدانید یا کسانی که ندانند، روز سه‌شنبه ما و شما باید که روزدار باشیم. یعنی روز دوشنبه خدا خواسته باشد نماز تراویح میخوانیم، کار کنین که البته جماعت های مسجد ترک نکنین. برای همون چهارسومی که در صدقه فطر ما و شما را میدهند برای او شده ترک سنت پیغمبر در راه ندهین. کار کنین که نمازهاتون در مسجد خوانده شود. زود است که این میگذرد. صدقه فطر شاید اون 50 سامان شود، 100 سامان شود، لیکن ثواب این نماز با جماعت، ثواب اینی که در مسجد خوانده می شود، این خیلی زاید است، خیلی زیاد است. و به همه امام ها هم یک التماس دارم که در همین یک ماه مبارک کار کنند که در بین مردم ترغیب و تشویق کنند، مردم به سوی مسجد دعوت کنند، در بین مردم در نیم ساعت اقلا جدا کنند، در بین مردم امر معروف کنند، نهی از منکر کنند. این افضل و بهتر است. چند برادرها امروز در مسجد که برای بنای مسجد امروزها ما و شما میدونیم الحمدلله که خیلی کار یعنی با صورت بلند رفته ایستاده است. اینم باشد البته از یاردم شما خالی نیست و امروز خیلی یعنی گرانی و وزنینی در ساختن البته عمارت ها آمدگی است که همه شما میدانین. اگر مبادای از شما من یک خواهش دارم که در خانه هاتون اگر همین ارماتور داشته باشین کدام مثال اندازه نباشد. این کاری بسیاری عکسی است که اگر هر کس یک تایی پرتاید میدونید چند قدر ارماتور میشد، ثوابش مثال برای شما میرسد. امروز همه این دما قوت پیدا کردن نمیتونیم که خریم، همه این بسیار خراجات کلانی هست. بازم این الحمدلله که امروز خیلی آدم ها یعنی یاردم ها کردن. میخوام در حق اینها ما و شما یک دعا کنیم که برادر ما مقسوم میرزا از که سیمین فروش هستند، سیمین روان کردن، اکای بهرام در حق پدرشون گفت از دعا کنیم
برادرمان حاجی بوری خان که اعضای مسجد ما و شما هستند و اینم برادرم در مسجدم یاردم کردن. یک برادر دیگه میگه جرقلم میرفته است، همینجا یک مبلغ گذاشته است که در حق من دعا کنید. انا ارکیتکتری شهرم برای کشیدن رسم همین مسجد خدمتی خودشان گذاشتن، در حقشون گفتن دعا کنیم. برادر ما خیرالدین پسر اکای باقی مراد یک قالین میگد آوردن به مسجد. فتح الله پسر بابا خان و مگزین ساختمانی که میخچه و تخته و دیگر چیزها آوردن در حق اون کسانی که در ساختمان مسجد یاری رسانده ایستادند. یعنی در اینجا باز به زمانی که جوانهایی که ما با پول کار میکنن، باز مثل بابای حاجی شاهین و بابای شریف و دیگر دادرهایی که من به اونها خبر میدهم میان در اینجا خدمت میکنن، خیلی خدمتی حلال اونها هم رسیده ایستاده است. بابای استا شریف است، برادرمون شیرعلی هست، حاجی نعمت الله که خیلی با کم ازش خیلی خدمت‌های زیاد میکنه در همین مسجد ما، و یک معلم دیگر هم 100 سامان آورده دادن. برادرمون اکبر در اینجا خدمتاشون هست. اینجا بسیار در حق صندوق خیریه هم خدا را شکر که یعنی هر جمعه ما از این حساب صندوق خیریه همین معاش جوانها را داده میتونیم، اون کسانی که در مسجد علاقه خدمت کرده ایستادند. محمد برادرمون 50 سامان سری نو یافته است، دعا کنید که یعنی قاری قرآن شود گفته. خب برای پایه های مسجد هم یک برادرمون حاجی هم در همین جای یاردم کردگی هستند، در حق پدرم گفته است دعا کنید. و محمد رحیم سنگ آوردن